به نظر چرا اوبر با میلیون‌ها کاربر از زبان گولنگ استفاده میکنه؟ جزء بدیهیاته. گو خیلی سریعه، کلی کارم با ابزاری به اسم گو روتین میتونه همزمان انجام بده. اما اگه درست مدیریت نشه قشنگ میتونه فاجعه رقم بخوره. بریم تو دل مثال تا بهتر یاد بگیریم. فرض کن تو اوبر $100 موجودی داری، یه درخواست سفر $20 هم دادی. از اون سمت از طریق اپ غذای اوبر $10 همبرگر سفارش میدی. حالا چی میشه دقیقاً؟ هر دو اپ همزمان موجودی کیف پول تو رو میخونن. هر دو هم فکر میکنن موجودیت $100. اپ سفر $20 کم میکنه، موجودیت میشه $80. خب خیلی منطقیه. ولی اینجا جالبه، اپ غذا هم $10 ازت کم میکنه، موجودیت میشه $90 نه $70. یعنی اینجا ریاضیات ابتدایی هم به اشتباه افتاد. این مشکلی که در موردش مثال زدیم همون دیتا ریس معروفه. حالا راهکار چیه؟ به نظرم تا حالا خودتون هم حد زدیم. ما باید یه قفل بذاریم تا وقتی که یه دیتایی داریم که چند تا عملیات ممکنه باش سر کار داشته باشن همزمان نتونن انجام بدن. این قفل تا زمانی که یک نفر اونجا داره عملیات رو انجام میده پابرجاست، وقتی رفت قفل آزاد میشه. به همین سادگی و راحتی. مشکل دیتای ریس زمانی خودش رو نشون میده که تعداد کاربرنامه خیلی زیاد باشه. اما چقدر قشنگ و حرفه‌ایه که یک برنامه نویس از همون ابتدا به این مسائل فکر بکنه و براش راهکار داشته باشه، نه اینکه زمانی که باگ ها ما رو خفه کردن، کاربرهای ناراضی تعداد پیام هاشون بالا رفت، ما تازه بفهمیم که دیتا ریس چیه و چه کارهایی رو ما باید انجام بدیم. من عرفانم از سام که از 360. خیلی خوشحال شدم که تا این لحظه همراه من بودین. تا ویدیوی دیگه، فعلا.